مسلمان تو خبر شو. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در واخیری با نمایندگان همجمعیت در شهر دوشنبه به دین اسلام قدریت‌های آن حمله نوبتی کرد. یک گروه معدود زنان و دختران دینداری را نه در باطن بلکه در ظاهر تصور کرده با پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های فرهنگ ملی ما را پایمال و فضای معنوی جامعه را تیره ساخته ایستادند. حالانکه خدا را با عقل میشناسند و با قلب میپرستند، نه با سر و لباس و ستر و حجاب و سلا و ریش. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان طی یک نشست خبری در استانبول ترکیه منع ریش در کشور را تصدیق کرد. شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن با زنوای میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. لباسای سطر پوشی، حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم. و داخل البته جناب که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شد. امروز ما در مدینه منوره قرار داریم، در شهر پیغمبر قرار داریم و البته مقصد ما بنده‌اش اراده بنده برای ادای حج عمره هست. بعدا در این کار البته رهبری دولت، البته جمعی مقامات هایی که همیشه شب روز برای آسودگی این مردم دستیاری دراز میکنند و همچنان پیشنهادهای نیک میکنند. خدای مهربان تنشون صحت، ایمانشون باز هم کامل و خاتمهشون بخیر و در این کار ثواب الله مهربان در نمای اعمالشون اجر نویسنده بگردد. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. ها مولی ما خیلی نیستم، من مسلمانم. مسلمان هیچ وقت کافر نبود. چه کلوبا را محکم نمیکنیم؟ دیسکوتیکا را محکم نمیکنیم. هیچ دموکراتی یعنی چه مال دموکراتی که باشه ما چیکار بفورا میکنم؟ چیکار بفورا میکنم؟ خود من یوکمش خود حجاب میکنم. هیچ ما ده چیکار داری؟ آقاش ها کارش روباریت. بعد اما روباریت هم پیش ما بیام خودم خاطی گام میزنم. که مرا بیاره در کدام اساس حق داره که سطری مرا اما بکشه. قانونش نشون بده. بیا آخه من قانون تاجیکستان چیکار دارم؟ من نمیخوام که کلوب محکم شه. چون محکم نمیشه؟ قانون تاجیکستان چیکار در تاجیکستان زندگی کسی چیکار؟ اکا مرا کو اومده در قدی راه نگو من خودم مزام نیست. من اونوش اشاره کردی که برای اون سطرش بکشه. اونمو گنرال تا پنرال تا برای بگو که زن شب بگیره کونیلیچ کنه در مردم نشان بده. تمام. مسلمان تو خبر شو، تو دنبالی از اون رو مردکه نکن و موسیت نفروش دلار نگی. بالله قسم رفتنیستی. امروز مورد امتحان استی، میدان امتحانی الله آمده که از پیغمبر چقدر دفاع میکنی که کاش که آل سفیرا طلب کرده میشد. امون مملکت هایی که دست یکی کرده فرانسه آلی سفیرا هیچ کار نداریم، سفارتی تا کار نداریم، کمکی تا کار نداریم. سبا در اینجا کسی نباشه. اما ممالک اسلامی را میبینی حکومتای طاغوتی را، حکومتایی که به بنیاد دین نیست، به بنیاد چوکی ترسیدن است که مبادا چوکیم خراب شود. امروز دفاع از محبت رسول الله نیست، از عرب گرفته تا عجمه. امروز میبینی که حالات در کدام سرحد رسیده. آیا چطور روا بدانه که به رسول الله نقص برسه؟ از صحابی درس بگی، از عماره رضی الله عنها در میدان احد یک صحابی میگه یک کسی را میبینم که در پیش روی رسول الله قرار داره، شمشیر گوی راست زده میشه، گوی چپ زده میشه، تیرو سینه برش سپر میشه. یک وقت میبینم که عماره رضی الله عنهاست،
از رسول الله دفاع میکنه. زن است، زن است از رسول الله در جنگ غزوه احد دفاع میکنه. کجاست او جوان؟ کجاست او مرد که داد از محبت رسول الله میزنی؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول بچهش است. از عبدالله ابن ابی ابن سلول بچهش است عبدالله رزیل. پدرش زمانی که در یک جنگ در بین خود مشوره کردن، گفتن چیزی گپ شده بود در بین لشکر، باز گفتن سیکو میمان کدیش جای دادیش آلی سرطان نخره میزنه. ای گپا گفتن والله لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها الاذل. قسم یاد کرده بود. الله متعال آیتم روان کرد. اما بچهش خبر میشه محبت رسول الله کجاست. محبت رسول الله در قلب داخل شده. آلی در مقابل پیغمبر پدر اهمیت نداره. زمانی که پس به مدینه میروند، عبدالله پدری خود عبدالله ابن ابی در دروازه مدینه استاد میشه. قسم یاد میکنه والله لا تفلتوا الى المدینه حتی تقر انک ظلیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم العزیز. تا وقتی که نگوی بچه پدری خدا ناقش میگیره برش میگه به الله قسم اگر در مدینه داخل شوی، تا وقتی که نگفته باشی که من ذلیل هستم و رسول الله عزیز است. به رسول الله پیش میشم یا رسول الله از بین ببرم، برای کسی دیگر موقع نده. چرا که امو پدر است، باز غیرت انسان آدم میگیره. نشوه که یک نوع دشمنی و با کدام صحابی دیگه پیدا شوه. اگر ایره اراده قتلش داری برای من اجازه بدی که من قتل کنم شه. او تر مردم واسطه امروز پاچاه به خاطر پاچاهی خود او را تروریست بگو و اینطور کسا را موقع برش بده. و ممالک اسلامی کجا هستی؟ آیا نمیتونی مقاطعه اعلان کنه؟ آیا تمام منتجات و تمام چیزایی که تولیدات فرانسه و تولیدات دنمارک است، از نروژ است، از هر مملکت کفری که قطع از واه هم صدا شده قطع کرده نمیتونی؟ بند کرده نمیتونی؟ بالکل میتونی. ولی ما غلامی را اختیار کردیم. الله رحم بکنه. به الله قسم امتحان الله متعال است. ما امتحان داده رایستیم که چی میکنیم، چقدر غیرت داریم و چقدر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما در قلب ما موجود است. قرآن برای ما میگه ما یقین داریم که الله متعال انتقام پیغمبر خدا گرفته نیست. الله متعال خود میفرماید براتون خواندم ان الذين يؤذون الله ورسوله. کسی که الله را اذیت میده، اذیت دادن الله را کسی اذیت دادن نمیتونه که او رنج ببره. اذیت دادن ایمانا که به دین الله اعتنا نمیکنه، اهتمام نمیکنه، به دین الله توجه نمیکنه، به دین الله به نظر احترام و بزرگی نمیبینه، او دین اهمیت نمیده. کما فی الحال ما و شما مشاهده میکنیم کتاب الله که قانون زندگی ماست در سر طاق مانده شده. سر طاق چی میکنی؟ اگر تو تدریس میکنی به الله قسم در مسجد برات جای نیسته. ما تعالی را در مسجد ها خود جای نداریم، در جای کرایه هم ما را نمیمانم. یالی دنبال ما روان است که از اینجا باید کوچ بکنیم به خاطر که قرآن تدریس میکنیم. ما مسلمان ها باید بدانیم کسایی که الله را اذیت میده، کلامی از او را نمیگذاره که در بین مردم پخش و مردم او را ببینه. امروز دموکراسی لعنتی را برای خود قانون جور کرده، قرآن گذاشته شده، مجلس ها جمع میشه در بین خود قوانین وضع میکنه که این ماده قانون اساسی چی رقم است. تمامی مسائل احکام اسلامی ما سری قانون اساسی سری از او چی میشه وزن میشه که حقیقتش مقابله داره یا نداره. کدام است؟ اذیت دادن الله این نیست که حکم الله از بین بره، نافذ نشوه. امروز نه حد جاری میشه، نه قاتل قصاص میشه، نه مرتد از بین میره. امروز تمامی بدبختی ها در مملکت به نام امید دموکراسی لعنتی و آزادی بیان و آزادی فلان روان است. بجز از که حق تلفظ بکنی در سر منبر باز مسلمان برات نشسته ریکارد کرده تا و در جیل و در زندان روان کرده. قاضی صاحب محترم، سارنوال صاحب محترم باز برات نشسته، برات میگه این کلمه را گفتی. ای قاضی صاحب، ای سارنوال صاحب، تو را بالله قسم یک روز پیش الله متعال نمیری؟ یک روز احتجاج کردی، دفاع از رسول الله کردی یا نکردی؟ بله، ببره بکنه. امی دنیا هست، امی دنیا هست. روزگاری میایه به الله قسم از الله خلاص نمیشی. الله متعال تو را میگه امی حالات دیدی، احترام کردی، تعظیم کردی، به خاطر چی؟ بانکی بموریم. والا اگر این دنیای غرب نباشه کلی مردم از گشنگی بانک از گشنگی بموریم. مرگ حق است. اگر الله رزق نمیده بانک به غیرت بموریم، بانک به ایمان بموریم. ما ضرورت به این خبث ها نداریم.
به این بدبختا نداریم، به این نجسا نداریم. این مملکت شیرای مسلمان صفت است که انگلیس در زانوشان نگذاشت که پلیتا اینجا پای خدا بمانه. امروز تو چرا دسترخوان کردی خدا؟ امروز تو چرا اظهار محبت قطش میکنی؟ نمیبین از نیاکان بیاموز که ما چی میکردن؟ نکنه مسلمان کجاست؟ مسلمانی کجا میبره؟